سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به ویدیو دیگه از آوش 96. امروز اومدیم این روبلاکس بازی کنیم. این ماده دیگه. حالا باید وایسیم تو یک ویدیو قبول کنه درخواستم. کسی میاد بازی؟ بیاد بریم بازی. ها این اومده این بازی. خب من وسطی رو برد میدم. خب کدوم رو انتخاب کنیم؟ ها بچه ها، راستی هم بهتون گفتم ویدیو میذارم و نذاشتم چون یکی از چون رفته بودم مسافرت. آره دیگه یه مسافرت هم نمیتونستم ویدیو بذارم. رفته بودیم مشهد. باید منو زد. پینگم چطوره؟ پینگم من خیلی بده. داد. حالا باید وایسیم تا بیاد. خب از اینجا خب حرکت کرده. اگه اینجا نیست میخوام ببینمش که 260 بزنم بکشمش. دیدمش. بچه ها تو کامنت حتما بگین دوستان چه بازی رو بزنم. حتما بگین تو کامنت ها. اگه نگفتیم من ناراحت میشم، اما حتما بگین تو کامنت ها دوستان چه بازی بذارم. اونجا دیدمش. خیلی نوبه. خب هر کی دوست داره توی روبلاکس درخواسته کامنت میخونم. اگه کسی دوست داره که توی روبلاکس ادش کنم همین اسمش توی کامنت ها بهم بگه ادش میکنم. باختم یه دو ادش میکنم. دروغم نمیگم، واقعا ادش میکنم. یوزر نیمتون رو بگین ادتون میکنم. اینجا دیدمش. با اینکه پینگم افتضاحه ولی هنوز کشتمش. فکر کنم ایرانیه چون پینگش انقدر پایینه. یه دور دیگه میخوام این دور منو بکشه که فینال باشه. بیا منو بکش. میخوام فینال باشه. بیا منو بکش کارا نکن. خب باید لاک این کنم که نبازم. کشتمش. حالا باید بریم یه دور بازی کنم. آره یه دور منتظر باید ببینیم. باید منتظر بمونم یکی تو میاد ببینیم. لایک شدم.
تلپورت شدم. خب چی شد؟ ها این را از سمت راستی رو من میکنم. سمت راستی. خب این رو انتخاب میکنم. میبینمش. پینگم خوب شد. پینگ من کشتمش. این که از کشتمش. یادتون نره. لیکوسا بستن یادتون نره. لک شدم. حالا که شد 4-1. همه با میافتن نورم. حالا باید این که همینجا بود بچه ها رفته اون بالا. کشتمش. واقعا خیلی درد بود. میخوای یه دور دیگه بریم امو یه دور دیگه بریم. آره میاد یه دور دیگه بریم. بیا جرأت داری بیا نه ترس. احتمالا میترسه. نه بیا اینجا کسی نیست. لک نیستم احیانا. من لک نیستم یا بازی لگه چون برام اینا داره تکون میخوره. لفت داد. خب میریم خدا داریم تلپورت میشیم به دنیای خدا. فکر کنم خب این با کامپیوتر لعنت باش. میریم سمت چپیه. داره تو چپ پیام میده. سلام بگم.
آره من خیلی نوبم. بریم به سرور دیگه. بریم به سرور دیگه. قدرت رو انتخاب کنم میشم بهتره. میگم چون از همه بطره. اون یکی چطوری منو کش؟ پینگم بالا رفت. پینگ حریفم اومد کنید هیچ پینگ من بالا رفت. یعنی همچینی. چطوری؟ اصلا امکان نداره. پینگم هم که خوبه. بگم با پینگ یک بدم بهتر. ها همین استله خیلی رو مخه. این منو کش. برای هفته بعدی چهارشنبه باید با یکی دیگه احتمالا باید 2 نفری ویدیو بگیرم. خب بچه خیلی فشاری شدم. آره دیگه بچه تا ویدیوی دیگه خداحافظ.